داستان عذاب دهندگان. در جهان هشتم قلمرو چهارم تمدنی از فرشتگان به نام تارودها وجود دارد که از نژاد نور و آتش هستند. آنان مخلوقات و سربازان وفادار آزرادوس، پروردگار عذاب ارواح ناپاکند. او کسی است که کتاب مجازات کیهان را نوشته، کتابی که البته توسط خدای خدایان فرهمداد تایید شده است. شایعات زیادی درباره این جهان وجود دارد، اما مهمترین آن این است: میگویند تارودها هیچ اختیاری ندارند و فقط مثل ربات‌هایی هستند که برای عذاب طراحی شده‌اند. اما این باور اشتباه است، زیرا یکی از تارودهای ارشد سابق از این درگاه مقدس طرد شد و به عنوان یک فرشته عذاب سقوط کرده شناخته می شود. این نشان می دهد که آنان قدرت تصمیم گیری دارند. نام آن تارود پلید لازار است. او به خاطر خواندن کتاب ممنوعه اخدو دیوانه شد و سپس به سلاخ فرشتگان معروف گشت. فالدیم، کاخ فرهمداد، موقعیت جلسه شورای اساسی. همه دور تا دور میز کیهانی بیضی شکل بزرگی نشسته بودند. تمام خدایان ارشد و سرشناس عالم از تمام نقاط دور و نزدیک کیهان به فالدیم آمده بودند و خود را برای تصمیم گیری مهم آماده کرده بودند. فرهمداد طبق رسوم در رأس نشسته بود، زیرا او خدای خدایان بود. بله، او یک ایزدبانوی بسیار قدرتمند و البته خالق جهان بود. موضوع مذاکرات این بود: آیا اشرار باید ریشه‌کن شوند یا به آنها فرصت اصلاح داده شود؟ سوالی فوق‌العاده مهم و جدی که نباید تحت هیچ شرایطی دست کم گرفته شود. در آن هیاهو آزرادوس با نیشخندی مطمئن و نگاهی که انگار از همه یک قدم جلوتر است نشسته بود و فقط نظاره می‌کرد. پس از مناظره‌ها و گفتگوهای فراوان همه چیز به رأی‌گیری ختم شد. انتظار می‌رفت که آزرادوس به ساقط شدن اشرار رأی دهد، اما این خدای مرموز یک بار دیگر همه را غافلگیر کرد و هم راستای حزب اصلاح طلب خدایان رأی داد. وقتی خدایان دیگر دلیل این تصمیم را پرسیدند، او چنین پاسخ داد: اشرار موجودات پلیدی هستند، اما ما نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم که تمام آنها تغییر نمی‌کنند. ابداً. بلکه باید به آنان فرصت داده شود تا اصلاح شوند. به جای ریشه‌کن کردن درمان کنید. برای آنها برنامه آموزشی و آزمودن با کیفیت و مؤثر در نظر بگیرید. برای چند لحظه سکوت عجیبی همه جا را فرا گرفت. همه با تعجب به آزرادوس نگاه می‌کردند، طوری که انگار هنوز قانع نشده اند. آزرادوس آهی کشید و به آنان گفت: بگذارید داستانی برایتان تعریف کنم. روزی درختی بود پوسیده و داشت کم کم پژمرده می‌شد. میوه‌هایش گندیده و بد بودند، اما تعدادی کم اما قابل توجهی از میوه‌ها هنوز سالم و رسیده و تازه بودند. خب آیا کندن تمام میوه‌های گندیده راه حل است؟ نه، چون باز هم میوه‌های گندیده به وجود خواهد آمد. پس فایده‌ای ندارد. چطور است درخت را قطع کنیم؟ نه، این کار هم درست نیست، چون هنوز میوه‌های خوب دارد و می‌دهد. اگر این کار را انجام دهیم، تر و خشک با هم می‌سوزد. پس راه حل چیست؟ باید درخت را درمان کرد. برایش آب سالم و تمیز بیاوریم، با کودهای مناسب تا دوباره سرحال شود و دیگر میوه‌های بد تولید نکند و میوه‌های تازه و خوب دهد. مشکل ما هم به همین صورت است. ریشه‌کن کردن و کشتن نه تنها درست نیست، بلکه اصلاً تأثیری ندارد.
باز هم جوامع فقیر و فاسد اشرار می‌سازند، بلکه باید آن جوامع را آموزش داد تا ذهن‌های آنان درمان شود. این راه حل درست است. به قول معروف شیاطین متولد نمی‌شوند، ساخته می‌شوند. سپس همه آزرادوس را تشویق کردند و فریاد هورا کشیدند، اما آزرادوس از یک میوه پوسیده خیلی قدیمی که نقشه‌های هولناکی بر سر داشت غافل شده بود و